پروردگارا، محبوب من، معشوق من، مهربانا، امروز نوری تازه را به من هدیه کردی و مرا با نور و آگاهی جدید آغشته کردی. حضورت را از آرامش قلبیم میفهمم، از نسیم آرامشی که برای نماز و نیایش صبحگاهی بیدار کردی. امروز هم بیدارم کردی به امید اینکه از من انسانی بهتر بسازی و انسانی که میخواهی. ای که راز خموش دل را میدانی و وزن سنگین سکوت را درک میکنی، در این صبح قلبم را از تردیدهای خرد خالی کن. به من چشمی بده که زیبایی های کوچک را ببینم. به من گوشی بده که صدای آرام طبیعت را بشنوم و دلی که از محبت تو لبریز شود، بی آنکه در کمین پاداش باشد. آمین.